ببین قطعاً توی مسیر رشد فردی هر دومون این تجربه رو داشتیم که خواستیم یه سری عادات مثبت بسازیم ولی خب نتونستیم و فکر کردیم که ارادهمون مشکل داره، فکر کردیم تنبلیم، فکر کردیم همه این صحبت‌ها زرده و قرار نیست بشه و نمیشه. در صورتی که مسئله توی مغز ماه و ما باید اول ببینیم ساختار مغزمون چه شکلیه. ولی خب اشتباه نکن، نمیخوام در مورد مسائلی که تو کتاب عادات اتمی یا کتابای اثر مرکب و این چیزا اومده صحبت کنم. میخوام کاملا در مورد چیز جدید باهات صحبت کنم و بهت قول میدم آخر این ویدیو میتونی بفهمی که دفعه بعد باید چی کار بکنی که مغزت همراهت باشه، نه اینکه علیهت عمل بکنه. توی این ویدیو اول بهت میگم که اصلا این مسئله مغزی ما چیه، برای ساخت عادت چه مسیری توی مغز ما طی میشه و چه اتفاقاتی میفته توی مغزمون. بعدش میریم سراغ این که چیکار میتونیم بکنیم که بتونیم این مسیر رو یکم تحت کنترل خودمون در بیاریم و ازش استفاده بکنیم و چطور توی این مسیری که خیلی هم ممکنه طولانی بشه خسته نشیم. خب هر دومون میدونیم که مغز ما برای بقا ساخته شده، میدونیم که مغز ما راههای آشنا رو دوست داره، میخواد که انرژی رو ذخیره بکنه، ولی چیزی که نمیدونیم اینه که توی مغز ما یه سری مسیرها و مدارهای عصبی تشکیل شده که سلول سلول به همدیگه متصل شدن و همون عادتهای ما هستن، عادتهای قدیمی که طی سالهای طولانی ساخته شدن. و خب مغز یه انرژی برای ساخت اینا مصرف کرده و مشخصا اگر با بخوایم یه سری عادت دیگر رو بسازیم و بهش بگیم که نه من این مسیر رو میخوام برم یه مسیر دیگه برای خودم بسازم، میخوام یه سری عادت دیگر رو بسازم، قطعا اجازه همچین کاری رو نمیده و میگه که نه، یه مسیر دیگه خطرناکه، یه مسیر دیگه ناآشناه، انرژی زیادی مصرف میکنه و خب جلوی ما رو میگیره برای این کار. بیا مثل یه جاده تصورش کنیم که مغزمون یه انرژی خیلی زیادی، یه هزینه خیلی زیادی رو کرده و یه جاده رو ساخته، آسفالت کرده و خب با همه چیش آشناه، میدونه که چه خبره و ما رو میندازه توی این جاده و میگه که خب اینجا آشناه، انرژی هم برش صرف کردیم، اوکی، از همین برو. ولی خب تو این شکلی که آقا این مسیر به هدفی که من میخوام نمیرسه، من این عادات ها نمیخوام، اون عادات بهتره، اونا برای سلامتیمون بهتره و همه این چیزایی که خودمون با مغزمون صحبت میکنیم، در صورتی که اصلا مغز این چیزا رو متوجه نیست و این شکلیه که انرژی مصرف کردم، آشناه، همینه برو. پس فهمیدیم که این مدارهای عصبی هستن که عادات ما رو کنترل میکنن و اگر بخوایم که یک مدار عصبی جدید رو بسازیم باید خیلی خیلی آروم آروم و سلول به سلول بسازیمش و نمیتونیم انتظار داشته باشیم که با مغزمون صحبت بکنیم بگیم که من میخوام این مسیر رو برام بسازش. باید آروم آروم جوری که به مغزمون بگیم هیچ خطری نداره، هیچ اتفاق خاصی قرار نیست بیفته، فقط یه دونه سلول میذارم، حالا بعدا شاید من یه سلول دیگه هم گذاشتم کنارش و اینطوری باید پیش بریم. و قطعا وقتی که ما داریم سلول سلول میسازیم و میریم، قرار طول بکشه، قرار خسته کننده باشه، قراره که نتیجه نده، چون نمیتونیم یه سلول رو بذاریم و انتظار داشته باشیم که اون یه دونه سلول یا حالا بگو دوتا سلول کنار هم دیگه نتیجه یه مدار عصبی کامل رو به ما بده. و خب اگر که اون مدار عصبی که میخوایم بسازیم کاملا هم جدید باشه، یعنی توی شرایط و محیطی که ما بزرگ شدیم اون مدار عصبی هیچ جایی نداشته، هیچ پای ریزی نشده، قطعا خیلی هم بیشتر طول میکشه و ما باید بتونیم که توی این راه خودمون رو اصلا سرزنش نکنیم، چون اصلا درستش اینه که طول بکشه، درستش اینه که این یه دونه سلول ها آروم آروم کنار هم دیگه قرار بگیرن و یک مسیر عصبی کاملا پایدار رو بسازن و چیزی که اصلا با انگیزه و اراده و این چیزا ساخته نمیشه، یک مدار عصبیه که وقتی کامل بشه خیلی پایدارتر از انگیزه هامونه. پس دفعه بعدی اگر خواستیم یک عادتی رو بسازیم، مثلا میخوایم که صبح زود بیدار شیم، چطور میتونیم این سلول ها رو برای این عادت استفاده بکنیم؟
مثلا من میخوام صبح زود بیدار شم. الان مثلا ساعت 10 صبح بیدار میشم. و میخوام که مثلا 7 صبح بیدار شم از این به بعد. خب نمیتونی یهو انتظار داشته باشی که یه مدار عصبی کامل تو یه روز شکل بگیره. همچین چیزی تقریبا غیر ممکنه. پس ما اول میگیم من ساعت 10:45 بیدار میشم. یه هفته 10:45 بیدار میشی، یک هفته بعدیش 10:30 بیدار میشی، یک هفته بعدیش 10:15 و هی کم 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 میرسی به 7. و خب راهی که میتونی توی این مسیر ازش استفاده بکنی تا خسته نشی، یا بهتر بگم کمتر خسته بشی، اینه که خودتو سرزنش نکنی بابت اینکه این مسیر داره آروم پیش میره، بابت اینکه شاید امروز نشد، چون هیچ دلیلی برای سرزنش کردن خودت وجود نداره. این یک مسیر کاملا طبیعیه و اگر آروم آروم نباشه اشتباهه. مگر میشه یک مسیر عصبی که یک مسیر مشابهش سالها طول کشیده تا ساخته بشه، یک مسیر دیگه الان توی یک روز ساخته بشه، توی یک هفته ساخته بشه؟ ممکنه به نظر خودت؟ پس اینکه طول بکشه طبیعیه و هیچ دلیلی وجود نداره که تو بخوای خودت رو سرزنش بکنی بابت این زمانی که قراره گرفته بشه. درسته که هر دومون دوست داریم به اهدافمون زودتر برسیم، دوست نداریم این انتظار رو بکشیم، دوست داریم سریعتر اون حس رسیدن رو حس کنیم. ولی خب بذار اینو بهت بگم که من 4 ساله که طول کشید تا بتونم یه دونه عادت مثبت ایجاد کنم، یعنی یه عادت مثبت پایدار ایجاد بکنم، چون همش درجا میزدم، همش میخوردم زمین. و واقعا منم تمام این 4 سال داشتم دنبال یه فرمولی میگشتم که بتونم سریع همه کارام بهشون برسم، سریع همه کارام با هم دیگه انجام بدم، ولی خب نبود و نیست. پس به جای اینکه 1 سال وقت بذاری دنبال فرمول سرعت بگردی و بعد از 1 سال یا حتی خیلی بیشتر، شاید مثل من 4 سال یا حتی بازم بیشتر طول بکشه که متوجه بشی که همچین فرمولی نیست، این 1 سال رو بذار و آروم مدار عصبیت رو شکل بده. اینطوری 1 سال دیگه به جای اینکه تازه متوجه شده باشی فرمولی وجود نداره، دیگه رسیدی.